بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خب خوش آمدید به درس نوی امروزه. انشاءالله پیش از آن که به این درس آغاز کنیم، از درس قبلی به شما 10 سوال من روان کرده بودم. امیدوارم که درس قبلی را، یعنی درس 4 تحفت-ال-اطفال را خوب از خود کرده باشید که در مورد احکام میم ساکنه بود. این درس امروزه در مورد احکام یا اینکه قاعده های لام ها می باشد. یعنی این درس امروزه خاص به حرف لام می باشد. احکامی که دایر به حرف لام باید که تطبیق کرده شود. اما پیش از آن که به درس امروزه آغاز کنیم، از درس قبلی من از شما سوال میکنم. خواهش میکنم نامهای خود را نویسید و کسانی که ثبت درس را گوش میکنند انشاءالله چطوری که میدانید پس از چند ثانیه درس ادامه خواهد داد و ما جوابها را به شما پیش خواهیم کرد. لنبدأ. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، شاگردان به سوال ها جواب دادن. اکنون جواب های این سوال ها را نظر میکنیم یک بار. سوال یکم این بود که چرا میم ساکنه نمیتواند پیش از الف مدی یا مدی یا واو مدی بیاید؟ جواب چنین است که میم ساکنه نمیتواند پیش از این حرف ها آید، زیرا حرف های مدی همیشه پیش از حرکت های معین، فتحه برای الف، کسره برای یا و ضمه برای واو می آیند. سوال دوم این است که احکام میم ساکنه چند نوع هست و نامهای آنها چیستند؟ احکام میم ساکنه 3 نوع هست: اخفاء، ادغام و اظهار. البته شفوی باید بگیم با اینها تا اینکه از احکام نون ساکنه و تنوین فرق کنیم و جدا کنیم. سوم سوال این است که اخفای شفوی در کدام حالت تطبیق می شود و چرا آن را شفوی می نامند؟ اخفای شفوی وقتی تطبیق می شود که پس از میم ساکنه حرفی با بیاید. آن را شفوی می نامند زیرا هم میم و هم با از لبها، از شفتین تلفظ می شوند. دیگران می بینند اکران را. چهارم سوال این است که ادغام شفوی چگونه از ادغام نون ساکنه فرق می کند؟ و جواب را درست دادن. ادغام شفوی به حالتی دخل دارد که پس از میم ساکنه میم می آید، در حالی که ادغام نون ساکنه به حالتی دخل دارد که پس از نون ساکنه یکی از حرف‌های یرمولون بیاید. خب، همان اپای عزیز را یک کمی راهنمایی کنید. پنجم این است که ادغام صغیر به چی اشاره می کند؟ ادغام صغیر به حالت اشاره می کند که حرف اول ساکنه و حرف دوم متحرک یا حرکت دار باشد. سوال ششم این بود که اظهار شفوی در کدام حالت تطبیق می شود و چند حرف اظهار وجود دارد؟ و شاگرد جوابی درست را داد که اظهار شفوی وقتی تطبیق می شود که پس از میم ساکنه یکی از 26 حرفی باقی مانده غیر از با و میم بیاید. هفتم سوال این است که اظهار شفوی از اظهار حلقی چگونه فرق می کند؟ اظهار شفوی میم را با اظهار می خواند، یعنی که در اظهار شفوی میم با اظهار خوانده می شود که از لبها تلفظ می شود، در حالی که اظهار حلقی هنگام نون ساکنه و تنوین پیش از حرفهای حلقی تطبیق می شود. هشتم سوال این است که پیش از کدام دو حرف اگر میم ساکنه آید باید مخصوصا احتیاط کرد؟ مخصوصا رو من در اینجا برای همین نوشتم که در تمام حالت ما باید احتیاط کنیم. البته با احتیاط کار گیریم در هنگام تلفظ کردن مخارج حرف ها، هنگام مد ها، هنگام وقف ها، یعنی در تمام حالت ما باید همه وقت با احتیاط باشیم. اما مخصوصا در اینجا مؤلف و ناظم به ما به همین دو حرف اشاره کرد، زیرا که این دو حرف عموما به مخرج میم ساکنه نزدیک هستند و تیز آمیخته می شوند، الدرش می شوند، بالای هم تلفظ می شوند. این به مانند مثلا یک کلمه دیگر، یک کلمه مشهور دیگری که به هم دیگر همین دو حرفی همین کلمه که در همین کلمه وجود دارند آمیخته میشن و الدرش میشن، این کلمه مسجد هست یا اینکه سین و جیم که خودم اهمیت دادم که بعضی وقت هنگام تیز مثلا در رمضان که کم ترک با حدر قرائت میکنیم، یعنی زیادتر بخونیم، اهمیت دادم که حتی از خودم بعضی وقت ناخواست چی میشد، یعنی هر دوی حرفو بالای هم میشدن.
و حتی همین شیخی که من رو تحفت-ال-اطفال درس داد، شیخ عبل مصباح، انشاءالله یگان روز وقت شد کمی درباره شیخ هم با شما میگویم. و استاذای حفظی من هم بود در اول نه، اما در آخر یعنی برای مراجعه حفظی من رو گوش میکرد. به هر حال این استاذه هم به من گفته بود که جیم و سینی که تلفظ میکنی با هم دیگر آلرش میشون، احتیاط کن. یعنی مسجد با هم دیگر سین و جیم چی میشود؟ آموخته میشود. باید که احتیاط کنی که سین رو جدا و جیم رو جدا تلفظ کنی که صافیر سین تلفظ شود و بعداً به جیم ادامه دهی، مسجد. خب این یک مثال دیگر هست، مثال دو حرف هایی که با هم دیگر نزدیک هستند، به هر حال یا با هم دیگر آمیخته میشوند. اما به هر حال سوال نهم این بود که در مثال های ومضو، الضمآن کدام قاعده تطبیق می شود؟ در اینها قاعده اظهاری شفوی تطبیق می شود. سببی که پس از میم ساکنه نه حرفی میم هست که ادغام شفوی شود، نه حرفی با هست که اخفای شفوی شود. سوالی دهم این بود که در مثال های ام بظاهرین فحکم بینهم کدام قاعده تطبیق می شود؟ قاعده اخفای شفوی. آغاز میکنیم به درس امروزه، حکم لام ال و لام الفعل. خب انشاءالله از اینجا تا آخرش برای درس امروزه میخونیم از بیت 24 تا 29. وفقنا الله جمیعا. و آغاز میکنیم. احکام لام ال و لام الفعل. للام ال حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل 4 مع 10 خذ علمه، من إبغ حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي، طب ثم صل رحما تفس ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلن والتقى. شاید شما اهمیت بدهید که در بعضی کلمه ها دو طرز خواندن درست هست، اما من به جایی که به هر یکی از اینها اشاره کنم، من همان گونه قرائت کردم که از استادم حفظ کردم. مثلا در اینجا یک چی هست؟ فرق هست. در اینجا هم یک فرق هست. من به شما همون طرزی که خودم آموختم با همون طرز قرائت کردم، اما شما اختیار دارید. خوب هست که برای بقای سلسله سندی و تعلیم شما به مانند من حفظ کنید، اما اگر خواهید که به مانند یک طرز دیگر، این یگان خطا شمار نمی شود و فرق کلانی نیست. حکم لام ال و لام الفعل شاید اهمیت داده باشید که این عنوان کمی از عنوان نسخه دیگری تحفت-ال-اطفال فرق میکند. باز هم این از سبب اختلاف نسخه های تحفت-ال-اطفال می باشد. این طرزی که من در همین جا نوشتم، این طرزی هست که من خودم حفظ کردم و از استادم گرفتم. پس شما هم میتوانید که حکم لام ال گوید به جای احکام، اما اگر احکام هم گوید هر دویش معنایش یعنی عموما یک هست، فرقی بزرگی نیست. آغاز میکنیم. در اینجا مؤلف میگوید در بیت 1 که برای لام ال دو حالت وجود دارد. حالانی، حالانی قبل الاحرف، پیش از حرف ها. اولاهما، اینجا ضمه هست، کمی چی شده است؟ کنده شده است در اینجا. اولینش یعنی اولین از دو حالت چی هست؟ اظهارها فلتعریفی. اولین حالت اظهاری آن هست، یعنی اظهاری لام هست، فلتعریفی پس بدون. خب یعنی لام تعریف دو حالت دارد وقتی که پیش از حرفهای هجا می آید. لام تعریف چیست؟ لام تعریف معنای لغویش لامی معین کننده هست. لامی که وقتی بر اسم علاوه کرده می شود در اولش، همون اسم را همون کلمه را از نکره بودن، از غیر معین بودن یا عمومی بودن به معین بودن، به خاص بودن تبدیل می کند. اما از جهت تجوید در اینجا چی تعریف دارد؟ لامی هست که ساکنه بوده، اضافگی هست از شکل کلمه، یعنی که اضافه هست از شکل کلمه، از شکل همون کلمه که یک معنا دارد. یک حرفی هست که اضافه کرده می شود. پیش از آن همزه وصلی مفتوح قرار می گیرد.
پیش از لام تعریف یک همزه وصلی قرار میگیرد. یعنی که اگر پیش از همین همزه وصلی حرکتی یا حرفی وجود داشته باشد، همین همزه وصلی رو خوانده نمی شود. اما اگر وجود نداشته باشد، برای ضرورتی تلفظی بالای همین همزه فتحه گذاشته می شود و ال می گوییم. مثلا اگر همین کلمه با لام تعریف در اول جمله باشد، ما عموما چی می گوییم؟ ال می گوییم، ال فلان چیز. خب دیگر نکته این است که لام تعریف همیشه به اسم پیوست می شود، خواه کلمه بعد از آن به آن درست باشد، مثل النار، الجنه، القمر، الشمس، یا به آن درست نباشد، مثل الذین، التی، الذی. معنای این چیست؟ که لام تعریف همیشه با اسم پیوست می شود و آن اسم خواه به همین الف لام یک معنای پوره و مستقیم داشته باشد، یا به این الف لام معنایش نادرست شود و به معنایش خلل رسد. یعنی که خواه به همین الف لام مستقیم بماند، یعنی که درست بماند، یا اینکه درست نماند، نادرست شود. برای کلمه هایی که به الف لام باز هم معنای آنها برقرار میماند و درست میماند، کلمه النار هست، مثلا النار بگویم، یا اینکه نارون باز هم معنایش آتش. الجنه بگویم، معنای یک باغی خاص و مخصوص می باشد که اشاره به جنت، یعنی الجنه که وعده داده می شود برای مؤمنان، یعنی باغی خاص، جای خاص که تنها به الله سبحانه و تعالی یعنی معلوم هست چگونگی او، حالا ما نمیدانیم، الله به ما نصیب گرداند. اما اگر جنتون شود باز هم معنایش باغ، اما باغی غیر معین، یک باغی که حتی در دنیا هم وجود داشتنش ممکن هست. القمر، الشمس، یعنی اینها معنایشون به الف لام هم مستقیم و درست میماند. اما این کلمه های الذین، کسانی که، التی، یک زنی که یا یک چیزی که جنسش زنانه باشد، التی، آن کی، الذی، همین خیل، این کلمه ها اصلا در اولشون چی دارند؟ الف لام دارند و پس از این لام، ذال، یا نون می آید. اما در اینجا از سببی که لامی تعریف با لامی همین کلمه مدغم می شود، یک لام نوشته می شود. اما اگر این الذین را الف لامی تعریفش رو یا لامی تعریفش رو اگر ما حذف کنیم، معنایش مستقیم نمی ماند. خب این رو در نظر دارد. نقطه بعدی این است که اولین حالت اظهاری آن پس بدان، اظهاری لام هست، یعنی اولین حالت از دو حالت لامی تعریف اظهار هست. و کلمه فلتعریفی یعنی ای خواننده این را بدان و خوب درک کن. باز هم برای پر کردنی همان گویم که جایی و ضرورتی شعری می باشد. اصلا من برای شما چندین با اشاره کردم که در اینجا ضرورتی شعری خیلی مهم هست، اما به همان قاعده های شعری من داخل نشدم، اونقدر نمیدانم، تخصصم نیست، اما یک کم ترک درس خوندگی هستم شعر را و همان مستف، یعنی همان وزن های شعری را کمی آموختگی هستم. از همه وزن مشهور مستفعلا می باشد، یعنی که هر یکی از این بیت ها و مصرع ها با کلمه مستفعلا برابر می شود. یعنی که چطوری که مستفعلا حرکت به حرکت، حرکت ساکنه، یعنی متحرک ساکنه این گونه می آید، همه این قسمت های هر مصرع به وزن های مستفعلا برابر می شود. پس وقتی که هدف مؤلف و همون چیزی که مؤلف می خواهد به خواننده برساند به انتها می رسد، اما جای همون مستفعلا و همون رقمی و عددی وزن شعری وقتی که باقی می ماند، یک کلمه دیگر رو همین خیل اضافه می کند. یا چطوری که می دانید کلمه های که خرد هستن اونها رو دراز می سازد، کلمه های دراز رو خرد می سازد و غیره. لامی تعریف پیش از تمامی حرف های هجا می آید، اما هیچگاه پیش از حرف های مدی سه‌گانه نمی آید. سببش این است که از وا خوردن دو ساکن پیشگیری شود، زیرا لامی تعریف همیشه ساکنه هست و حرف های مد نیز ساکنه می باشند. در اینجا هم ما چی آموختیم؟ که لامی تعریف هیچگاه پیش از حرف های مدی نمی آید، چون که التقاء الساکنین می شود. ادامه می دهیم. قبل 4 مع 10، قبل از 4 با 10، باز هم 14 نمی گوید، 4 با 10 می گوید. علم رو بگیر از ابغی حجک و خف عقیمه. این یک رمز هست که ترجمهش در اینجا تماما فایده ندارد. ترجمه این رو یعنی زیاد توجه ندهید، بلکه همین رمز رو توجه دهید. خیلی که ما در
خص ضغط قذ و لین عمر اونقدر به ترجمهش توجه نمیدیم. شاید شما حتی نمیدونید که این رمزها، بعضی شما شاید حتی نمیدونید که این رمزها در تجوید چی معنا دارند. همین خیلی هم در همین جا هم این رمز معنایش مهم نیست، اما من باز هم برای شما نوشتم، سببی که در PDF باشد یعنی فایده زیادتر نویسم باقی ندارد، اما برای حفظ کردن و در کلا جای کردن من برای شما اشاره میکنم که چی چیزها مهم هست و چی چیزها مهم نیست. به هر حال ابغی حجک و خف عقیمه، تمامی حرف هایی که ضرورت به این بخش یکم هست، یعنی که به بخش اظهار کردن لام در همین کلمه، در همین جمله یا همین کلمه ها جمع آوری کرده می شود. ابغی حجک، حج خود را جستجو کن، و خف عقیمه و از ناکامی آن یا نقص آن بترس. پیش از 4 با 10 یعنی لازم است که لام تعریف ظاهر کرده شود. چطوری که در نون ساکنه میم ساکنه شما حکم اظهار رو گذاشتید که باید همان حرفی که زیر سوال هست باید ظاهر کرده خونده شود، به مخرجش زبان باید رسد. اگر نون ساکنه باشد زبان باید به مخرجش رسد، میم ساکنه باشد باید لبها به هم دیگر یعنی نزدیک شوند، چسبند، صدای همون حرف رو باید روشن و ظاهر کرده شنیده شود. همین خل هم هدف اظهار در همین لام هم همین گونه هست. همون حکم عمومی و عادی که لام باید یعنی زبان به مخرج باید رسد و لام باید روشن تلفظ شود، لام گم نمی شود، مدغم نمی شود. خب یعنی که اگر پیش از یکی از 14 حرف قرار گیرد، این 14 حرف اگر قرار گیرد باید که لام تعریف باید ظاهر و واضح تلفظ کرده شود. بگیر دانش آن رو از ابغی حجک و خف عقیمه. 14 حرفی که لام تعریف پیش از آنها با اظهار خوانده می شود در عباره، همین عباره جمع آورده شدند. و در اینجا من برای شما بعضی مثال ها رو پیش کردم. میخواستم که این مثال ها رو کلانتر در یک صحیفه نویسم، اما متاسفانه وقت نشد. انشاءالله که در وقت خود نزدیکتر خواهید دید. اما در اینجا هست مثال الف. خب از اینجا آغاز میکنیم. الف یا همزه مثل الایمان. الف لام داریم و بعدا داریم همزه ای میگویم، نه اینکه یعنی حتی ادغام کردن نمیشود، من تلفظ این رو کردن نمیتونم، باید لام در اینجا ظاهر کرده خونده شود. البیع با میگویم، البیع نمیگویم. خب من تنها همین مثال رو در همینجا می نویسم انشاءالله که قلم خوب چسبد. الف لام داریم، خب لام ساکنه و داریم بیع. خب بایعین، بیعو. چی شد؟ پس از لام ساکنه حرفی با آمد که یکی از حرفهای ابغی حجک و خف عقیمه هست. از این سبب لام رو ما اظهار کرده میخونیم. البیعو. غین الغاشیه. ح الحاقه. جیم الجحیم. کاف الکافرون. مقصد همین است که ما میگویم، لام رو اظهار میکنیم. مثال های دیگر رو در وقت خود بخونید. ادامه میدیم. ثانیهما ادغامها فی 4. دوم حکم لامی، خب حرف لام ادغامی لام هست، ادغامی آن هست در 4 و 10 حرف نیست. یعنی ایضا، یعنی این حکم هم در 14 حرف دیگر تطبیق می شود، چون که 14 جمعی 14 می شود 28 و این شد تمامی حرف ها. رمزی آن رو حفظ کن و رمزها و رمزی آن رو فراگیر یعنی حفظ کن. دوم حکم لام چیست؟ ادغام، یعنی دوم حالتی لام تعریف ادغام هست. خب ادغام وقتی رخ میدهد که پس از لام تعریف یکی از 14 حرف بیاید و این 14 حرفی که مربوط به دوم حکم هست در بیت بعدی می آید. خب باز هم یک رمزی خیلی دراز رو پیش می کند و رمزش رو حفظ کن. رمزی این 14 حرف رو بدان که در بیت بعدی از جانب شیخ جمزوری جمع آوری شده است. در اینجا من چون که کمی جای بود، من در اینجا برای شما تمامی احکامی که مربوط به لام های ساکنه می باشد، علامات السواکن، تمامی 5 احکام رو من برای شما در اینجا به همین شکلی خریطه کشیدم پیش کردم تا اینکه شما بدانید که احکام مربوط به لام ها 5 اقسام می باشند. آن حکم هایی که مربوط به لام تعریف هست، حکم هایی که مربوط به لام الحرف، لام الامر، لام الفعل و لام الاسم. و حالا شیخ جمزوری به ما 2 حکمی که
دایر به لام تعریف هست آنها را فهمانده ایستاده است. به دیگرهایش هم من اشاره میکنم در صحیفه های بعدی. میگذاریم و این رمز چیست؟ برای حرف هایی که باید ادغام کرده شوند با لام، یعنی که لام به آنها ادغام می شود. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شریفا للکرم. در اینجا نوشتم اینها کلمه های رمزی اند. خب یعنی حرف اول از هر یک کلمه این بیت ها رمز است برای حرف های ادغام در لومی تعریف. این معنا دارد که اگر پس از لومی تعریف یکی از این حرف ها آید، حکم ادغام یعنی بر حرف لام تطبیق می شود. خب در رمزی قبلی برای حکم یکم تمام این حرف ها رو استفاده کرده یک رمز یک چند جمله های خرد ساخته توانیست. اما در این حکم دوم اینها رو پیش از این حرف ها رو پیش از کلمه ها گذاشته است. پس در اینجا باز هم ترجمه کردم. این ترجمه اونقدر گویم که معنادار یا دقیق نیست، حتی به زبان عربی هم، یعنی به هم دیگر اونقدر ربط ندارند، یکم معنای فایده آور نمیدهد. اما باز هم شاید شما خواهید بفهمید چرا نه، من برای شما پیش کردم. خب طب یک حکم هست. طب یعنی که طیب باش، نیک باش. ثم صل رحما، صل رحما بعدا یا سپس با خویش و تبار علاقه رو نگاه دار. صل یعنی که پیوسته نگاه داشتن و رحم یا رحم به خویش و تبار اشاره میکند. تفوز از فوزن کبیر، مثلا از کامیاب شدن، موفق میشوی، کامیاب میشوی. ضف ذا نعم، ذا نعم صاحبی نعمت ها رو، شخصی با فضیلت رو ضیف یعنی که مهمانداری کن. دع سوء ظن از همه اینش معناتر هست. دع سوء ظن گمان بد رو ترک کن. زور شریفا للکرم، زور یعنی زیارت کن. شریفا شخصی شریف رو، شخصی با عزت رو. للکرم برای کرم، برای سخاوت، برای سخاوت داری یا برای سخاوت به نزد شخصی با عزت، برای سخاوت برو. اینها اونقدر مهم نیست. مثال ها رو نظر میکنیم. مثال یکم حرفی طا هست. طب طا. اگر پس از لامی تعریف حرفی طا آید، باید که ما لامی تعریف رو با طا ادغام کنیم، مدغم کنیم و تلفظ هم نمی کنیم. با تلفظ هم شنیده نمی شود، بلکه همون همزه وصلی که پیش از لامی تعریف می آید باید مستقیما با طا پیوست کنیم و همین گونه قرائت کنیم. الطامه. خب الطا نگفتم، الطا گفتم. حرف دویم هست ثا. الثمرات نگفتم، الثمرات گفتم. و این قاعده نه تنها تلاوت کردن قرآن هست، بلکه زبان تازه عربی فصحی همین گونه باید گفته شود. در احادیث، در کتاب های فقهی، در کتاب های تفسیر، یعنی عموما عربی فصحی همین گونه باید تلفظ کرده شود. صاد. الصراط نمیگویم، الصراط میگویم. و برای همین هست که بالای این حرف های ادغام شد گذاشته می شود، یا تشدید که میگویم تشدید گذاشته می شود، تا اینکه به خواننده اشاره کند که باید این لام تعریف را گذاری و مدغم کنی به این حرف دوم. و این دیگر مثال ها را در وقت خود نظر کنید. اکنون میرسیم به اصلی گپ که الکی شما این رو میدانید. یعنی عموما از خوردی که به ما طرزی قرائت کردن قرآن درس داده می شود، تعلیم داده می شود، ما الکی حتی از جهتی عادت کردن به همین احکام الکی میدانیم، آشنا هستیم با این حکم. و در این بیت این روشن می شود. میگوید که لامی یکم را واللام لوله. برای چی اینگونه میگویم؟ سببی که واللام بعد لوله میگویم. این همزه و همزه هر دویشان خاموش می ایستد و این لام باید گفته شود. واللام لوله، یعنی همین گونه باید تلفظ کرده شود برای ضرورت شعری و من هم این گونه حفظ کرده هم. به هر حال لام یکم را قمریه نامگذار و لام دوم را شمسیه نامگذار. یعنی که حکم اظهار کردن لام آن را لامی قمری نام گذاشته می شود و برای ادغام کردن لام آن لام را لامی شمسی نام گذاشته می شود. خب لام اول
که با اظهار خوانده می شود لام قمری نامیده می شود. سبب این نامگذاری این هست که در کلمه القمر لام تعریف روشن خوانده می شود. یعنی یکم قولی که پیش کرده می شود این است که از سببی که در کلمه القمر لام روشن خونده می شود ما همین کلمه القمر رو استفاده می کنیم که به تمامی دیگر حرف های قمری یا به تمامی دیگر حرف هایی که اگر پس از لام تعریف بیاین اظهار خونده می شود به آنها هم اشاره کند. اما یک قول دیگر هم هست، بعداً این نامگذاری به همه کلمه هایی که لام تعریف در آنها ظاهر است غالب گردید. اما یک قول دیگر این است، همچنین گفته شده است که آن را قمریه نامیدند چون که لام تعریف را به ستارگان و 14 حرف به قمر تشبیه دادند. لام تعریف به مانندی ستاره ها هست و 14 حرفی که یعنی اگر پس از آنها آید یا پیش از آنها آید باید ظاهر خوانده شود، آنها را به مانندی قمر یعنی که ماه تشبیه دادند، زیرا ستارگان با برآمدن قمر ظاهر می شوند. سبب ظاهر بودن لام تعریف دوری مخرج یعنی مکان تلفظ و صفت لام با اکثری حرف های قمریه می باشد. یعنی که چی طوری که هنگام ظاهر شدن ماه ستاره هم ظاهر می شود، یعنی هنگام ظاهر شدنی و به نظر آمدنی این 14 حرف های اظهار باید که لام ظاهر خوانده شود. و سبب تجویدیش هم در اینجا من نوشتم که از سببی که لام تعریف مخرجش و صفتهایش با اکثری حرفهای قمری دور می باشد. و اکنون نقطه بعدی این است که و لام دوم رو شمسی نام ده. از چی سبب ما این لام رو شمسی می گوییم؟ لام دوم که با ادغام خوانده می شود لام شمسی نامیده می شود. سبب این نامگذاری این است که در کلمه الشمس این قول یکم هست، لام تعریف با حرفی پس از آن ادغام می شود. این نامگذاری با همه کلمه هایی که لام تعریف با حرفی پس از آن ادغام می شود غالب شده است. و قول دوم چطوری که در اینجا هم قول دوم وجود داشت، در اینجا هم قول دوم هست که همچنین گفته شده است که آن را شمسیه نامیدند چون که لام تعریف را با ستارگان و 14 حرف شمسیه را با آفتاب تشبیه دادند، زیرا ستارگان با برآمدن آفتاب مخفی می شوند. خب سبب تجویدی ادغام مطابقت بین لام تعریف و لام و قرابت مخرج و صفتی لام تعریف با باقی مانده حرفهای شمسیه می باشد. از سبب قرابت، از سبب قریب بودنی مخرج و صفتهای لام تعریف با باقی مانده حرفها هست، چون که آنها خیلی نزدیک هستند و بین آنها جدا کردن و فاصله گذاشتن مشکل هست. از این سبب آنها را به همدیگر آمیخته می سازند و به دیومش داخل می شود. و در آخر می گوید که و اظهرن لام فعل مطلقه فی نحو قل نعم و قلنا والتقا. و همیشه لام فعل را اظهار کن مثل قل. در اینجا 3 مثال می آورد، مثل قل بگو، و در اینجا نعم می آورد که همین جای همین رو پر کنند، این رو معنادار سازد، بگو بله، و قلنا گفتم، و التقا و خورد. التقا ملاقات کرد، و خورد همراه شد. لام فعل همیشه با اظهار خوانده می شود. در اینجا پس از لام تعریف به کدام حکم رفت یا به کدام قسم رفت؟ به بخش لام فعل. تنها 2 از 5 احکام علامات سواکن در اینجا ذکر می کند که این دویمش لام فعل هست که در آخران بیتش ذکر می کند. لام فعل، خب در اینجا لام فعل همیشه با اظهار خوانده می شود، خواه فعل گذشته باشد، ماضی، مضارع یا امر باشد. ناظم مثال ها را می آورد. در اینجا لام فعل کدام لام هست؟ لام ساکنه هست که در فعل می آید، خواه فعل گذشته باشد مثل الهاکم یا اینکه فالتقا، الهاکم التکاثر، مثلا گفتم فالتقا. اینها شدن مثال های فعل گذشته. یا حاضره باشد یلتقطه یتوکل، در اینجا هم لام آمد در 2 مثال. یا امر باشد القی عصاک در کلمه القی، یا قل نعم. حکم لام فعل با اظهار خوانده می شود بجز وقتی که پس از آن لام یا را آید که در این صورت ادغام می شود. چی مثال ها هست برای این 2 حرف هایی که استثناء می کنند یا می شوند؟ لام در لام ادغام می شود با دلیل تماثل، متماثل بودن، هم جنس بودن، همسان بودن، مثل قل لکم.
از سببی که پس از این لامی فعل امر یک لامی دیگر آمد که هم جنس هستن، هم سون هستن، متماثل هستن. از این سبب ما میگذاریم از این لامی یکم به لامی دویم و این لامی یکم به دویم ادغام میشود. قل لکم. خب گرچندی که اونقدر اگر کرده هم نشود، فرق شنیدنش مشکل هست، اما در اصل یعنی از جهت نظریوی و قاعدوی باید که در اینجا تطبیق کرده شود. لام در را ادغام می شود با دلیل نزدیکی مکان. از سببی در اول سببی لام رو ذکر میکنه و بعدا سببی را رو میگه که را با دلیل نزدیکی مکان. قل را اگر باید داشته باشید لام هنگامی که طرف اللسان با بیره های دندان های 8 دندان های بالا و را 4 دندان های بالا. پس از سببی که طرف اللسان خیلی به مخرج های قریب میزند، قل را گفتن مشکل تر هست، بین آنها فاصله و جدایی انداختن. از این سبب مستقیما ادغام میکنیم. قر ربی میگویم. خب برای سهل و برای آسانی انداختن. این شد چی؟ لامی امر. خب این شد حکمی لام های فعل ها. اما من برای شما گفتم که لامی امر و لامی اسم و حرف هم وجود دارد. گرچند که به لامی امر در اینجا هم کمی اشاره شد، اما لامی اسم و لامی حرف هم وجود دارد. در اینجا اگر نظر کنید همه اینها در اینجا چی میشوند؟ شرح داده میشوند. خب در قرآن 5 نوعی لامی ساکنه وجود دارد که ناظم 2 تاش رو ذکر کرده است: لامی تعریف و لامی فعل. و به لامی امر، لامی اسم و لامی حرف اشاره نکرده است. خب گرچند که در اینجا قل یعنی این هم یک لامی امر هست، اما در اینجا ظاهر و روشن نگفته است که لامی فعل. خب بخشش ظاهر نگفته است که لامی امر. خب برای همین من برای شما بعضی مثال ها رو پیش میکنم. لامی امر لامی ساکنه است که به فعل حاضره وارد می شود، پیش از آن واو ف یا ثم می آید. مثلی فلیمدد، حکمش همیشه اظهار هست. فلیمدد در اینجا چی شد؟ لامی امر آمده است. لیفعل که میگویم لامی امر عموما چی می باشد؟ مکسور می باشد. خب مکسور می باشد یعنی که با کسره می باشد، اما اگر پیش از لامی امر یکی از حرفای عطف بیاید مثلا، باید لامی امر ساکن بگردد و تنها در همین حالت لامی امر ساکنه میگردد و وقتی که ساکنه میگردد باید که اظهار کرده شود. هدفش همین هست. در کلمه فلیمدد اصلا این بود لیمدد، اما از سببی که ف حرف عطف در اولش علاوه شد ما گفتیم فلیمدد، لام ظاهر شد. لامی اسم لامی ساکنه اصلی در میان اسم ها هست، مثلی السینتکم یا السینتکم. السینه جمعی لسان، خب یعنی زبان ها. حکمش همیشه اظهار هست. مهمش همین است که شما حکم این اقسام رو بدانید، خوب از خود کنید. من در آخران صحیفه بعدی خلوصه رو و یک جدول ملخص رو برای شما پیش میکنم. در اینجا هم میگویم السینه، السینه نمیگویم. و لامی حرف کدام ها هست؟ لامی ساکنه در حرف ها مثلی بل، بلکی، هل، حرف استفهام باید داشته باشید آیا، و حکمش اظهار هست بجز وقتی که پس از آن لام یا را آید، مثلی هل لک. در این حالت باید که چی شود؟ ادغام شود. به مانندی در اینجا هم من اشاره کردم. خب پس این بود درس امروزه. این خلاصه رو نظر میکنیم. من این رو آماده نکردم، همین خیل از اینترنت پیدا کردم، اما یک جدول خوب هست، متاسفانه روشنترش موجود نبود. احکام اللامات الساکنه. خب در اینجا هست لام الفعل، لام الامر، لام التعریف، لام الاسم، لام الحرف. و این خلاصه میکند که احکام این بخش ها چی می باشد. مثلا ما لام التعریف رو در اول گذاشتیم که یک حکمش الاظهار هست و یک حکمش الادغام هست، که در اینجا میگوید که 14 حرفی ابغی حجک و خف عقیمه، و در اینجا هم میگوید که 14 حرفی که در این بیت، یکم حرف هایی که در این کلمه های این بیت می آید. طیب ثم صل رحمن. این رو گذاشتیم. این گپی اساسی بیت درس امروزه بود. و بعدا به این هم اشاره کرد مؤلف لام الفعل و اظهار و ادغام رو فهموند. و من برای شما لام الامر رو فهموندم که الاظهار وجوبا عند جميع احرف الحجاب، و لام الاسم رو هم فهموندم و این هم اظهار وجوبا هست، اظهار باید کرده شود. اما در لام الامر فهموندم که اظهار و
ادغام وجود دارد که در تمام لم‌هایی که در حرف‌ها می آید باید که ظاهر کرده خوانده شوند مگر وقتی که با لم و را روبرو شوند. پس در همین جا درس پنجم ما به پایان می رسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.